بعضی از کسا وقتی یک عمل یا یک عبادت کردن، شیطان بر از اینا وسوسه میکنه که اصل دین اینمی هست. تو روز 500 مرتبه تسبیح میخوانی، از تو که دیگه آدم خوب و دیندار در دنیا نیست، بهترین انسان تو هستی. یک انسان دعوت و تبلیغ میکنه، شیطان برش میگه که اصل دین اینمی دعوت و تبلیغ است. دیگه در دین چیز نیست. وقتی که دعوت کردی و تبلیغ کردی دیگه سیام که خوب چیزی آف میشه. یک کس جهاد میکنه، ایره هم شیطان میگه که اینمی جهاد که تو میکنی کل دین اینمی هست، دیگه نیازی به دعوت و نیازی به دیگه بخشها نیست. یک کسی کتاب نوشته میکنه، بر از این شیطان میگه که تو که کتاب نوشته میکنی ماشاءالله مؤلف هستی و کتاب تو کل دنیا از استفاده میکنه. در عصر رسول الله صلی الله علیه و هم بعضی کسا تصور میکنن که اگر رویت از این طرف و طرف دور بیتی و طرف قبله ایستاد شوی، چون بعضی ها در این اختلاف داشتن در روی دور دادن به طرف کعبه، الله متعال برشان گفت که نه خیر، تنها نیکی نیست که تو روی طرف قبله دور بیتی. الایمان بدعن و 70 شعبه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که ایمان چی داره؟ 70 و چند بخش دارن. شما معاصل هستین، در بین تمام مضامین یک مضمون ما کم میگیرین، این خوب خودت کامیاب نمیشی. رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله متعال وقتی که میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام مکمل داخل شوین. این چه قسم رسول الله تفسیر میکنه؟ میگه اینمی اسلام کامل که است 70 و چند بخش دارن. بله، وقتی دعوت کردی و تبلیغ کردی تو آدم بسیار خوب هستی، ولی کل دینی نیست، 70 و چند بخش داره. دیگه بخشایش چند گرفتی؟ در دعوت 100 گرفتی که آفرین، در دیگهش هم باید حداقل یک 55 رو داشته باشی. در ذکر 100 گرفتی، ذکر بسیار خوب است. الله متعال ذاکرین در قرآن بسیار توصیف کرده و الذاکرین الله کثیرا، لکن ذکر هم یک بخش از دین است. پس هیچ وقت تحت تاثیر بعضی از تبلیغات شیطانای انسانی و جینی نرین که دین در یک بخش چی میکنه؟ خلاصه میکنه. الله متعال میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این نیکی نیست که شما رویتان بگردانین به طرف مشرق و مغرب. نیکی هست لکن کل نیکی نیست. فهمیدی نه؟ یعنی رو به طرف قبله کردن نیکی است لکن کل نیکی نیست. ولکن البر، لکن نیکی های کامل چی هست؟ من آمن بالله، که به الله خوب ایمان داشته باشی، والیوم الاخر، و روز آخرت ایمان داشته باشی، والملائکه، به ملائکه ایمان داشته باشی، والکتب، کتاب به کتاب آسمانی، هر کتاب آسمانی که باشه به او ایمان داشته باشی، و النبیین، و به تمام پیغمبران الله ایمان داشته باشی. عمقا نه و آت المال علی حبه، در پالویزی عبادت های مالی هم است. مالته با وجود محبتی که با او مال داری یا با محبت قلبی خود به دل خود این مال چی کنی؟ به ذوی القربا و اقاربت یک قسمتی بر از تعیین بکنی، بر از اونها هم کمک بکنی، والیتاما بر یتیما هم همکاری بکنی، والمساکین بر مسکینا هم کمک بکنی، و ابن السبیل کس مسافر باشه بر از او هم کمک بکنی، و السائلین و سوالگرا و گداها که از بر از اینا هم کمک بکنی، و فر رقاب و کسایی که گردنشان در پیش کافرها بند است، به یک مقدار پول نیاز دارن که خود از همون جنجال خلاص کنن، یا کسایی هست که مثلا غلام هستن پیش مسلمان ها هست میخوان که آزاد شون، بر از اونها هم کمک بکنی. و اقام الصلاة، دیگه دین در مسائل مالی هم تنها نیست، بلکه چی کنی؟ عبادت های بدنی هم بکنی، مثل اقامه نماز، دادن زکات. بس نه، وقتی که
در روابط اجتماعی هستی، در یه هم باید وقت امرای مردم زندگی میکنی که یک نفر عهد و پیمان کردی که من 2 بجه پیش شما میایم، او بیچاره 2 بجه قرار منتظر شیشته تو قرار رفتی خوتا میزنی، یه هم غلط است. والموفون بعهدهم، عهد که کردی به عهدت باید چی باشی؟ وفا بکنیم. اذا عهدوا، وقتی که مسلمان های حقیقی می کسایی هستن که به عهد خود چی میکنن؟ وفا میکنن. اما قدر از دین میگن نه، شعبات دیگه هم داره. والصابرین فی البأساء والضراء، وقتی که تو مسلمان هستی، دیندار هستی، سر تو سختی ها میایه، ضرر ها میایه، مریضی ها میایه، بندی خانه میایه، فشار میایه، توهین و تحقیر میشید به خاطر دین الله. متوجه است؟ نزدیکترین دوستت سرت رشخند میزنه، بعضی از دوستایت رابطه خود قطع میکنه، بعضی کسا به ضدت گپ میزنه، بعضی کسا در جریان درست موبایل خود روشن میمانه که درس اخلال شوه. این حال باید در کل ازی چی کنی؟ صبر داشته باشی.